به نام خدا. مبحث بعدی از درس تکنولوژی کشتی رو در خدمت شما هستیم با عنوان کاربرد نانو فناوری در صنایع دریایی که خدمت شما چند تا از عناوین مهم این رو خدمتتون میگم. کلا نانو فناوری همینطور که میبینید در صنایع مختلف باعث تحولات زیادی شده. در اینجا نیاز هست که ما بدونیم آیا صنعتی مثل صنایع دریایی هم میتونه وابستگی به نانو فناوری داشته باشه و نانو فناوری میتونه باعث پیشرفت‌هایی در این صنعت بشه یا نه. در اینجا چند تا مورد رو ذکر میکنیم که جزو گلوگاه‌های بسیار قدیمی صنعت کشتی سازی بوده و این صنعت میتونه به تبع مثل صنایع دیگه از پیشرفت‌های ناشی از نانو تکنولوژی و همچنین بیوتکنولوژی استفاده بکنه. یکی از اینها کلیه تحولاتی که در فناوری کامپیوتر و الکترونیک و مخابرات میتونه اتفاق بیفته در صنایع دریایی خب مستقیما میتونه کاربرد داشته باشه. دومین عامل این هستش که ما در جوشکاری بعضی از فلزات در صنایع دریایی بسیار مشکل داریم. یکی از اینها جوشکاری آلومینیوم هست. همینطور البته در جوشکاری بدنه‌های فولادی هم حجم بسیار زیادی از جوشکاری مربوط به حجم بسیار زیادی از کار ساخت کشتی مربوط به کار جوشکاری هست که با توجه به اینکه تکنولوژی جوشکاری که امروزه استفاده میشه بر مبنای ذوب و حرارت هست که دو قطعه از فلز رو در واقع دماش رو تا حدی بالا میبره که اینها با هم متصل بشن، این باعث اعوجاج و تنش‌های پسماند زیادی در فولاد میشه. برای اینکه این اتفاق کمتر بشه و اثرات اعوجاج به خصوص در جوشکاری آلومینیوم کمتر بشه، میتونه الکترودهای جوشکاری دما پایین استفاده بشه. این الکترودها امروزه نسخ‌های اولیه‌اش ارائه شده ولی قطعا میتونه در آینده جایگزین جوشکاری حرارتی بشه. یعنی در واقع حرارت یا وجود نداره یا در واقع حرارت بسیار کمی خواهد بود و عملکرد الکترودهای جوشکاری که در آینده خواهیم داشت شبیه به بیشتر چسب‌ها خواهد بود و این یک مزیت عمده‌ای رو میتونه در صنایع دریایی به دنبال داشته باشه. مبحث بعدی سوخت‌ها هستن. هر کشتی با توجه به بردی که براش تأمین میشه چندین تن سوخت همراه خودش میبره ولی به تبع باز هم با محدودیت برد مواجه هست و همچنین حجم بسیار زیادی از فضای داخل کشتی باید به اصطلاح مخازن حمل سوخت اختصاص پیدا بکنه. سوخت‌هایی که در آینده با توجه به تکنولوژی نانو ارائه خواهند شد ذخیره انرژی بالاتری دارن با توجه به ساختار مولکولی که در اونها شکل میگیره و میتونن با توجه به واحد حجمی که دارن انرژی بالاتری رو در خودشون جا بدن و این باعث میشه که یا کشتی ها به بردهای بیشتری برسن یا اینکه حجم مخازنی که مربوط به سوخت هست در داخل کشتی کاهش پیدا کنه که هر دو اینها به نوعی مزیت در صنایع دریایی محسوب میشه. چهارمین عاملی که داریم نانو فایبر گلاس و نانو کامپوزیت ها هستن. امروز همینطور که میدونیم کامپوزیت ها و فایبر گلاس ها در صنایع دریایی کاربردهای زیادی دارن ولی چند تا نقطه ضعف دارن که یکی از اینها نقطه ضعفشون نسبت به بارهای خمشی هست و همچنین نقطه ضعفشون در برابر حرارت و آتش سوزی هست که به راحتی از بین میرن. نانو فایبر گلاس هایی که در آینده ارائه خواهند شد با توجه به همون ساختار تار و پودی که دارن از استحکام بسیار بالاتری برخوردار خواهند بود و در برابر آتش سوزی و حرارت هم مقاومت بیشتری از خودشون نشون خواهند داد که به طبع اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم انتظار داشته باشیم که حتی کشتی‌های تجاری بزرگ که امروزه از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته میشن و اغلب از جنس فولاد هستن هم در آینده از جنس فایبر گلاس ساخته بشن که مزیت‌های زیادی رو از نظر وزن کشتی، از نظر هزینه و مدت زمان و دشواری‌های ساخت در پی خواهد داشت که یک مزیت بزرگ محسوب میشه. مورد بعدی جاذبه‌های ارتعاشی خواهد بود که جاذبه‌های ارتعاشی همینطور که می‌بینیم در تمام وسایلی که موتورهای متحرکی درشون وجود داره باید جاذبه‌های ارتعاشی وجود داشته باشه به گونه‌ای که این ارتعاشات به بدنه و به فضاهای دیگه کمتر منتقل بشه. جاذبه‌های ارتعاشی که با توجه به تکنولوژی نانو ارائه میشه ساختار مولکولی خاصی رو داره به گونه‌ای که انرژی ارتعاشی که داره به جسم وارد میشه رو به صورت حرارتی در بین مولکول‌های خودش دفع میکنه و این ساختارها و ساختارهای مولکولی داخل این جاذبه‌های ارتعاشی با توجه به فناوری نانو به گونه‌ای تغییرات پیدا میکنن که این حرکات ارتعاشی رو به حد اقل ممکن انتقال بدن
و این عدم انتقال کمک میکنه به اینکه جاذبه‌های ارتعاشی بتونن راندمان و بازدهی بالاتری داشته باشن و همچنین جاذبه‌های ارتعاشی امروزه وزن زیادی رو دارن. هر کدوم از اینها با توجه به تعدادی که از اینها استفاده میشه و جاذبه‌های ارتعاشی نانو با توجه به نانو مطمئنا از وزن کمتری هم برخوردار خواهد. شبیه به جاذبه‌های ارتعاشی ما همین بحث رو در مورد جاذبه‌های صوتی داریم. امروزه جاذبه‌های صوتی در بعضی از وسایل دریایی به خصوص مثلا در زیردریایی‌ها کاربرد بسیار زیادی داره. یک لایه‌ای به ضخامت 2-3 سانتی متر بر روی بدنه زیردریایی‌ها نصب میشه که کار جاذبه‌های صوتی رو انجام میده و کمک میکنه به اینکه زیردریایی در زیر آب در برابر امواج صوتی که شناورهای دیگه میفرستن مخفی بمونه و این اشعه ها و امواج صوتی روی بدنه که برخورد میکنه در بدنه جذب میشه و بازگشت نمیکنه. این جاذبه‌های صوتی که روی بدنه زیردریایی ها نصب میشه یا رو همچنین رو بعضی از قسمت های دیگه از شناور وزن باز بسیار زیادی داره و همینطور اینها در عمق آب که زیردریایی میره فشرده میشن و همین تغییرات بویانسی زیادی رو بر زیردریایی تحمیل میکنه و کنترل وزن زیردریایی رو مشکل میکنه و تبعات دیگه از نظر حرارتی و آتش سوزی هم همینطور داره. جاذبه‌های صوتی که در آینده با توجه به تکنولوژی نانو خواهند بود هم مشکل وزن رو حل خواهد کرد و هم مشکل فشارپذیری و نقطه ضعفش و حساسیتش نسبت به افزایش دما و حریم. هفتمین موردی که داریم رنگ‌های دریایی هست. همینطور که می‌دونید در محیط‌های دریایی به خصوص در محیط‌های آب شور مشکل خوردگی بسیار جدی و اساسی هست و تقریبا هر 3 سال یک بار یا 5 سال یک بار بدنه کشتی‌ها و سکوها باید رنگ‌آمیزی بشن. این رنگ‌ها با توجه به تکنولوژی نانو دوام بیشتری در برابر خوردگی دارن و در برابر اثرات محیطی و تقریبا میتونیم بگیم که اینها با طول عمر بیشتر از 20 سال میتونن به صورت مادام العمر بر روی بدنه شناورها با توجه به طول عمر شناورها که معمولا 20 سال تعریف میشه داشته باشن. مبحث بعدی جاذبه‌های انرژی موج و نور آفتاب هستش که امروزه ما پیله‌های خورشیدی داریم که کمک میکنه به استفاده از انرژی و نور آفتاب برای تولید برق که کاربردهای هم در صنعت خودرو داره و هم در صنعت شناورهای توریستی و غیره که این جاذبه‌های انرژی جدیدی که ارائه میشه در واقع اون سلولار سلی که ما داریم اینها رو افزایش راندمان خاصی رو اینها اعمال میشه و ما نسل جدیدی از جاذبه‌های انرژی رو داریم که هم از موج دریا و هم نور آفتاب میتونه استفاده کنه. نمونه‌های اولیه از این موجود است که البته فعلا قابل کاربرد صنعتی نیستش ولی قطعا در آینده میتونیم نیم نگاهی به این داشته باشیم و پیگیری بکنیم این تکنولوژی رو و اگر چنین اتفاقی بیفته و کاربردهای صنعتی مناسبی رو بهش برسن قطعا صنایع دریایی هم میتونه حداقل در کاربرد شناورهای تفریحی از اینها استفاده بکنه. مبحثی که بعدی که داریم نانو فیلتراسیون هستش در محیط‌های بسته به خصوص محیط‌های بسته داخل شناورها و علل خصوص زیردریایی‌ها با توجه به اینکه محیط بسته است باید گازهای سمی داخل محیط و مونوکسید کربن و دی اکسید کربن موجود حذف بشه. امروزه از یک سری باکس های جاذب به اصطلاح CO2 استفاده میشه که هم جاگیر هستن و هم وزن قابل ملاحظه‌ای رو دارن و طول عمر چند ساعته‌ای هم بیشتر ندارن. یعنی از موقعی که این پلم به این باکس ها باز میشه خیلی سریع اینها استفاده میشن و دوباره باید با باکس های دیگه جایگزین بشن. ولی نانو فیلتراسیون با توجه به تکنولوژی جدیدی که استفاده میکنه فیلترهای ارائه خواهد کرد که هم از نظر چگالی حجمی و وزنی پایینتر خواهد بود و هم اینکه راندمان بالاتری رو در شرایط کاری مختلف داره و حرارتی هم که تولید میکنن نسبت به جاذبه‌های CO2 که الان هست کمتر خواهد که این هم باز مزیت قابل ملاحظه و پررنگی محسوب میشه. دهمین مبحث نانومورفولوژی هستش. میدونیم که امروزه اولین تهدیدی که شناور رو تهدید میکنه اول آتش سوزی و بعد آب گرفتگی هستش. بدنه شناورها و ساختار شناورها به طبع در مقابل آتش سوزی بسیار حساس و
صدمه پذیر هستن. نانومورفولوژی کمک میکنه به ارائه موادی که دمای اشتعال بسیار بالایی دارن و از این نظر تشبیه به خاک میشن، یعنی بسیار بسیار سخت آتش میگیرن و استحکامشون از دست میره. این تکنولوژی میتونه در تکنولوژی فضایی و ساخت فضاپیماها و هواپیماها و غیره و به تبعش در صنایع دریایی هم کاربردهای بسیار بسیار مهمی داشته باشه و شاید روزگاری برسه که دیگر آتش سوزی خطر اول تهدید کننده کشتی ها محسوب نشه. 11مین تکنولوژی که در صنایع دریایی ما میتونیم استفاده بکنیم کاربرد نانو فناوری در فناوری پیل سوختی هست. پیل سوختی چی کار میکنه؟ اکسیژن و هیدروژن رو در کنار هم قرار میده، اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنه، از ترکیب اکسیژن و هیدروژن الکتریسیته تولید میشه و برق تولید میشه. نمونه ای از پیل‌های سوختی رو امروزه ما میبینیم که در اتومبیل ها و در شناورهای تفریحی و در زیردریایی ها و در کاربردهای مختلفی که وجود داره استفاده میشه، چون خروجی این الکتریسیته و آب مقطر هست و یک سوخت پاک محسوب میشه و در زیردریایی ها هم با توجه به اینکه باعث افزایش برد میشه امروزه فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام شده و نمونه‌های از زیردریایی‌های دارای سرنشین و بدون سرنشین با فناوری پیل سوختی توسط آلمانی‌ها طراحی شده و ارائه شده. ولی امروزه پیل سوختی چندان کارایی لازم رو نداره، علیرغم اینکه خیلی تاکید هست که بر این استفاده بشه، به دلیل اینکه گاز هیدروژن یک گاز اشتعال پذیر و انفجار پذیر هستش و ذخیره سازی گاز هیدروژن بسیار بسیار مشکل هست. اگه اینو بخوام به صورت مایع ذخیره بکنن نیاز به فشار بسیار بالا یا دمای بسیار پایین داره. اگر بخوام به صورت متال هایدراید اینو استفاده بکنن، این مولکول های هیدروژن در داخل مولکول های فلزات ذخیره میشه و ایمنی مناسبی داره، ولی با توجه به اینکه این مولکول های هیدروژن در داخل مولکول های فلزات ذخیره میشن دارای وزن بسیار بسیار زیادی هستند که باز در وسایل مثل زیردریایی ها خیلی نمیشه اینها رو راحت استفاده کرد، چون وزن بسیار زیادی رو تحمل میکنن، و یا اینکه ذخیره اینها به صورت کربن فعال که معضل زیادی در استفاده و بازدهی کمی هم خواهد داشت. نانو تکنولوژی چیکار کرده؟ یک نانولوله های کربنی رو ابداع کرده که این نانولوله های کربنی ذخیره هیدروژن رو به راحتی انجام میدن و دیگر نیازی به دمای پایین یا فشار بسیار بالا یا وزن سنگین مثل متال هایدراید نیستش. بنابراین یک مزیت عمده رو ایجاد میکنه در ذخیره سازی هیدروژن که همینطور که میدونیم هیدروژن به غیر از پیل سوختی در فناوری‌های بسیار زیادی دیگه هم کاربرد داره که یکی از مهمترینش همین پیل سوختی است که با توجه به فناوری نانولوله‌های کربنی این تکنولوژی هم میتونه متحول بشه و در آینده اگر این اتفاق بیفته ما شاید نیاز به نصب راکتورهای اتمی در زیردریایی‌ها نداشته باشیم و پیل‌های سوختی نانو تکنولوژی با استفاده از سیستم نانو تکنولوژی میتونه جایگزین راکتورهای اتمی بشه. راکتورهای اتمی بسیار سنگین، پرهزینه و خطرات خاص خودشونو دارن که در زیردریایی‌ها نصب میشن. این میتونه جایگزین بسیار خوبی برای اینها باشه. و آخرین موردی که در اینجا بهش اشاره میکنیم باتری‌های با ذخیره انرژی بسیار بالا هستن. میدونیم که باتری منبع ذخیره انرژی الکتریکی هست و هر جا که برق و الکتریسیته مورد نیاز باشه از باتری‌ها استفاده میشه یا از جنراتورها. جنراتورها اگر بخواد استفاده بشه یکی از کاربردش برق مستقیم هست و یکی دیگه ذخیره سازی انرژی الکتریسیته در باتری‌ها هست. باتری‌ها امروزه معضلی که دارن این هستش که بسیار سنگین هستن و با توجه به انرژی الکتریکی در خودشون ذخیره میکنن متاسفانه وزن بسیار زیادی دارن. مثلا شما در باتری اتومبیل ها همین رو میتونید ببینید، با توجه به اینکه در اونها از سرب استفاده زیادی میشه و سرب هم چگالی بسیار بالایی داره و در مجموع این باتری های سرب اسید که کاربردهای بسیار زیادی صنعتی رو هم امروزه دارن بسیار سنگین هستن. باتری هایی که در آینده از تکنولوژی نانو استفاده میکنه این مشکل وزن رو و ذخیره انرژی رو در باتری ها حل کرده و در واحد وزن انرژی بسیار بالایی رو هم میتونه در خودش به اصطلاح ذخیره بکنه و باز این فناوری برای کاربردهای هوافضا و هواپیماهای بدون سرنشین که داره حجم اندک و وزن کمی هستن بسیار بسیار اهمیت داره، همچنین برای اتومبیل ها و در کنار اونها هم برای شناورهای تفریحی و غیر تفریحی هم ما میتونیم
از فناوری باتری های نانوتکنولوژی استفاده بکنیم. در مجموع در اینجا 12 مورد از مهمترین کاربردهای نانو فناوری در صنایع دریایی که امروزه به صورت گلوگاه‌هایی هستند که حل نشده است میتونه در آینده نقش موثری در حل اینها داشته باشه. موفق و پیروز باشید.